امروز و همین لحظه دیدار مبارک، امروز و همین لحظه دیدار مبارک، جمعیت یاران وفادار مبارک. روح القدس از عالم دل نامه فرستاد، این هدیه به یک بار و به 100 بار مبارک. السلام علیکم همدیاران، هموطنان عزیز، سلام و درود عرض میکنیم به کل مخلصان و هواداران سرود و ترانه های دلاشوب و آهنگ های مرغوب. واقعا امروز محبت به صنعت، محبت به هنر والا، صدای دلنشین و آهنگ دلفریب همه ما و شما را در تالار باشکوه قصر جوانان استاد به نام استاد لایق شیرعلی جمع آورده است و باعث افتخار است که با مخلصان سرشماری سراینده خوشاواز ظاهرشاه حیدرف دیده به دیدار می رسیم و اینجا که مخلصان صمیمی سراینده خوشاواز حضور دارند، همه ما شما به خوبی می دانیم که ظاهرشاه هنوز از آوان نورسی با میل و رغبت زیاد، با محبت زیاد هنری سرایندگی را انتخاب کرد. طول چند سال است که در برنامه های زیاد کنسرتی هنرنمایی می کند، طول چند سال است که در روزهای خرسندی مردم شاد شریک می گردد. ولی امروز برای ظاهرشاه حیدرف بسیار لحظه های حساس، بسیار لحظه های فراموش ناشدنی است، زیرا نخستین برنامه کنسرتی خود را تحت عنوان پیک آسایش در همین بارگاه مقدس در تالار قصر جوانان به نام استاد لایق شیرعلی برای مخلصان عزیزش، برای شمایان اهدا می کند. و دوستان عزیز، من باوری کامل دارم امروز از تماشای برنامه خیلی زیبا، از شنیدن سرودهای بلند مضمون و صدای دلنشین حافظ، صدای دلانگیزی مطربان، هنری والای مطربان، همه ما و شما به خود روح الهامی تازه می برداریم، زیرا امروز اکثری سرودهای خود را، قسم زیادی سرودهای خود را ظاهرشاه حیدرف به طور زنده می خوانند. اینچنین قسم زیادی سرودها به طور زنده نواخته می شوند. از این لحاظ من باوری کامل دارم هر یک نفری که امروز اینجا آمدند به خود البته روح الهامی تازه می بردارند. اینک برنامه کنسرتی پیک آسایش در صحنه هنر ظاهرشاه حیدرف. مرحبا. درمانم توی سوزنده جانم توی، درد و درمانم توی سوزنده جانم توی، روشنگری دلها توی آرام جانی من بیا، روشنگری دلها توی آرام جانی من بیا. سر به صحرا میزنم، مهری دل جا میکنم، سر به صحرا میزنم، مهری دل جا میکنم، در تنگی و دشواری ها آرام جانی من بیا، در تنگی و دشواری ها آرام جانی
درد و درمانم توی، سوزنده ای جانم توی، درد و درمانم توی، سوزنده ای جانم توی، روشنگری دلها توی، آرام جانی من بیا، روشنگری دلها توی، آرام جانی من بیا، سروی روانی من بیا. تشکری زیاد. رحمت کلام. سرودی که سرایدم آرامی جانی من، غزل از حاجی مرحبای خوجنده که اینجا حضور دارن. تشکری زیاد میگویم برای رقص زیبا. اولا سلام پر از مهر و محبت خود را به هر یکی شما پدران و مادران، استادان، خواهر و برادران و دوستداران صنعت اصیل میرسانم که امروز هر یک شما هنری مرا قدر نموده به این تالار آمدید. برایتان تشکری زیاد میگویم، سپاسی بی پایان میگویم. راستی امروز شما را دیدم من خودم را خوشبخت‌ترین انسان می حسابم و شما، دیدار شما برایم دولت است. راستی انسان برای آرزو و نیت رسیدن سالهای دراز کوشش میکند که تا یک وجای رسیده باشد. امروز من خودم را در نزد شما و شما را دیده خودم را خوشبخت‌ترین انسان می حسابم و امروز مشرف شد که من با شما امروز روپرو هستم، با دیدار شما هستم. برای تا میخوام یک سری تعظیم فرود آورده باشم. برای من عزیز هستم. تشکر زیاد. سلامت باشید. من از هر یک شما منتدار هستم. راستی امروز برای روز من یک روز تاریخی هست که من به خود آرزو رسیدم، به آرزوی خود رسیدم و به هر یک شما بار دیگر تشکر زیاد میگویم و امروز سرودهای سرایده باشم که در وصف وطن عزیزم، در وصف مادر و پدر، در وصف عشق و زندگی و مهر و محبت و دنیا سرایده باشم. و راستی چون من مکتب مقام تمام کردم و از مکتب استادان سبق آموختم، میخوام برای شما یک سرودی کلاسیکی که بخشیده به استاد معروف خواجه بهادرов 100 سالگی، چون ما هنرمندا باید به استادانی که امروز برای صنعت تاجیک خدمت خود را رساندند باید ما احترام گذاریم. غزل از سیدا پنجگاه معروف خواجه بهادرov. بیا که مجلس خوبانی با وفا اینجاست، سرودی مطربی رندانی خوشنوا اینجاست. امروز کوشش میکنم که هنری خود را برای شما نشان داده باشم. سلامت باشید. بار دیگر هر یک شما را من خوش آمدید میگویم. قرارگاهی دلی بی قرار
کرشم دل و دین و عقل و هوشم بود باید کرشم دل و دین و عقل و هوشم بود غزل ترایی حریفانی خوشنوا اینجاست با گوش شنیدم که پیری می کده گفت بیا بسید که جامی جهان نما اینجا زخالی کنجی لبی لالی یار پرسیدم بخنده گفت که سرچش می بقا اینجاست کسی که در طلبی دوست در بدر باشد خبر کنید رفیقان که مدعا اینجاست خبر کنید رفیقان که مدعا اینجاست تشکر زیاد برای قرصک ها. راستی برای استادان سرودی استاد معروف خوجا بهادرов یک یادآوری کردیم و کوشش میکنیم که مثل همین استادایی که امروز برای صنعت تاجیک خدمت کردند برای آنها برای صنعت تاجیک ما هم خدمت کنیم. و یک سرود دیگر میخوانم، غزل از لایق. در این زمانه به هر بهانه نه تو بیمانی نه من بیمانم. همیشه جاویدان باشیدان. باری دیگر خوش آمدید. مرحمت. سرود برای شما. در این زمانه به هر بهانه نه تو بیمانی نه من بیمانم. نصیب دل را زیداری دنیا نه تو ستانی نه من ستانم. چو ماهواره به آسمان ها کنیم پرواز به صورت نور تهی زمین را پسی فلک را نه تو بدانی
بسا دویدی به یاد روی بسا فتادی به خاک کوی کنون بسوی به جستجوی نه تو روانی نه من روانم به گوش جانم ترانه خواندیم زیبا صبر لب نشان نماندیم کی باری غم را به کاروان ها نه تو کشانی نه من کشانم نه تو کشانی نه من کشانم وجود ما را فگار کرده محبت از ما فرار کرده کی باری غم را به کاروان ها نه تو کشانی نه من کشانم خروش و مستی غرور و هستی گذشت از ما کنون دریغا نه تو چنانی نه من چنانم نه تو جوانی نه من جوانم نه تو جوانی نه من جوانم نه تو بیمانی نه من بیمانم سلامت باشید دستتون درد نبیند تشکر زیاد رحمت کلام برای شما منتظر هستم باز به این احترام ها من الهام گرفتم برای شما برای هر یک شما من خدمت میکنم تا جان دارم برای شما خدمت میکنم سلامت باشید تشکر زیاد برای شما منتظر هستم شما هم قله‌های بلند سند برسید تشکر زیاد اینجا بسیار خواهش کردن که وقتی که من همون روزی کنسرتم برآوردم الکی بسیاری خواهش کردن که یک سرودی تنوار میخوانید گفتم اگه همه سراینده تنوار خوندن من یک سرودی تنواری خوجندی مخصوص برای همین کنسرت ایجاد کردم برای شما میخوانم برای شما به نهایت احترام زیاد دارم همه شما رو دوست میدارم و راستی هنرمند کدام هنرمندو که امروز آبروی و جای خود را پیدا کردن در شهر خوجند پیدا کردن برای که مردم خوجند مردم ولایت سوخت صنعت دوست هستند تمام جوانان را دستگیری میکنند به هر یک شما من بار دیگر تشکر زیاد سپاسی بی پایان میگویم مرا از سرود برای شما یک درصد برای معلمه عزیز سلامت باشید
برای شما یک سوی دیگر میخونم. درد و غم گدا را غیر از خدا کی داند؟ احوال بینوا را غیر از خدا کی داند؟ در هر یک دل شما چه آرزوی نیت دارید خداوند به همون آرزوهایتون رساند. همیشه صحت و سلامت باشید. فرزندانی که در مسافرت امروز کار کرده ایستادن خداوند فیض و برکتشان اتیاد کارشان با بیاین. همیشه خورسندی ما همه وقت صنعتکارا هنرمندا دعا میکنیم که هر یک خانه ملت تاجیک توی شود، خورسندی شود، آباد شود. بار دیگر من خوش آمدید. تشکر زیاد معلم عزیز، هزار رحمت. مرحمت سرود برای شما. درد و غم گدا را غیر از خدا کی داند؟ احوالی بی نوا را غیر از خدا کی داند؟ درد و غم گدا را غیر از خدا کی داند؟ احوالی بی نوا را غیر از خدا کی داند؟ آوارگی و سرگشتگی مصیبت، سرگشتگی ما را غیر از خدا کی داند؟ سرگشتگی ما را غیر از خدا کی داند؟ صد مشکلی که داریم حلی ورا ندانیم، تقدیر و قسمتی ما غیر از خدا کی داند؟ ما غرق در گناهیم یا کی گناه نداریم، این حکمتی قضا را غیر از خدا کی داند؟ این حکمتی قضا را غیر از خدا کی داند؟ افتاده در غریبی از ملک بی نصیبی، افتادگی ما را غیر از خدا کی داند؟ ما بندگان چو امروز آواره در غریبی، آوارگی ما را غیر از خدا کی داند؟ حالی غریبی ما را غیر از خدا کی داند؟ درد و غمی گدا را غیر از خدا کی داند؟ احوالی بی نوا را غیر از خدا کی داند؟ حالی غریبی ما را غیر از خدا کی داند؟ سلامت باشه. تشکر زیاد. در حقیقت هر یک در دل ما چی داریم خداوند فقط خودش میداند. به همون آرزو و نیت هایی که ما در دل داریم خداوند بزرگ رسانده باشد. اکای عزیز پیش آمدید. یک سرودی زندگی میخوانم. راستی انسان در زندگی بسیار چیزها را میآموزد و زندگی وقتی که اول وقتی که آموزگار درس میگذارد
اول درس میگذارد بعد امتحان میگیرد. زندگی باشد اول امتحان میگیرد بعد درس. و آنچه که ما از دشواری هایی که امروز ما میگذاریم الکی برای ما درس است و این درس رو الکی برای خود می آموزیم در زندگی. زندگی خود دیدن و آموختن است. برای شما سرود زندگی میخونم. مرحمت. زندگی این مکتب علم و فن است، زندگی خود دیدن و آموختن است. زندگی این مکتب علم و فن است، زندگی خود دیدن و آموختن است. زندگی راه از پرشیب و فراز، زندگی فاصله ها پیمودن است. زندگی راه از پرشیب و فراز، زندگی فاصله ها پیمودن است. خارها دارد سری راهش چو تیغ، صد گلی دارد که با بیچیدنی است. خارها دارد سری راهش چو تیغ، صد گلی دارد که با بیچیدنی است. گاه از کاری به خود بالیدن است. گاه بر جرم خجالت میکشی، گاه از کاری به خود بالیدن است. سرفرازی هم نشانی زندگی است، گاه سر روی زمین مالیدن است. سرفرازی هم نشانی زندگی است، گاه سر روی زمین مالیدن است. زندگی چیست؟ زندگی چیست؟ زندگی این مکتب علم و فن است، زندگی خود دیدن و آموختن است. زمان شعر که بر وصف او بنوشتن است. ای مرادی خیز تا که این زمان شعر که بر وصف او بنوشتن است. زندگی چیست؟ زندگی چیست؟ زندگی این مکتب علم و فن است، زندگی خود دیدن و آموختن است. زندگی خود دیدن و آموختن است، زندگی خود دیدن و آموختن است. سلامت باشید. در حقیقت زندگی دیدن است و آموختن است. یک سوری دیگر میخونم. باغبان در را کشا، من سیری باغت آمدم، از گلت نمیچینم، از دور تماشا آمدم. همین سروده در یک معرکه خوانساده بودم که یک دهقان بودیم. آدم آمده گفتم خیلی بچه‌م باغ با گفتی
باغبان در را گشا، باغبان در را گشا، در آمدی باغبان در را گشا، از دور تماشا آمده. تماشا از دور تماشا میگوشه، از همون دور تماشا کرنگی را چه میکنید در اونجا در نی باغی من به گفتگی شما ببین همین سرده برای شما میخوانم. مرحمت باغبانا همیشه حاصلشون پربار باشد، دستشون درد نبیند. مرحمت سردی باغبان. ها مرحمت رقص میکردگی باشم. مرحمت ها باغبان در را کشا من سیری باغت آمدم. باغبان در را کشا من سیری باغت آمدم. از گل نمیچینم از دور تماشا آمدم. از گل نمیچینم از دور تماشا آمدم. سینه صندوق جان زد خانه میمان آمده. سینه صندوق جان زد خانه میمان آمده. حلقه های گوشیارم از قرطاق آمده. حلقه های گوشیارم از قرطاق آمده. سردرونی باغ کردم سر به سر مستان شدم. سردرونی باغ کردم سر به سر مستان شدم. من گلی روی تو را نادیده سرگردان شدم. من گلی روی تو را نادیده سرگردان شدم. باغبان در را گشا من سیری باغت آمدم. باغبان در را گشا من سیری باغت آمدم. از گل نمیچینم از دور تماشا آمدم. از گل نمیچینم از دور تماشا آمدم. من گلی روی تو را سیب گویم یا انار. من گلی روی تو را سیب گویم یا انار. مثل تو زیبا ندیدم من در این ملک و دیار. مثل تو زیبا ندیدم من در این ملک و دیار. باغبان در را کشا من سیری باغت آمدم. باغبان در را کشا من سیری باغت آمدم. از گل نمیچینم از دور تماشا آمدم. از گل نمیچینم از دور تماشا آمدم. سلامت باشید. تشکر زیاد. تشکر زیاد. پایکی آسایش ظاهرشاه حیدرов یک قرصک. دوستانی عزیز، دوستانی عزتمند، امروز بهر شادی شریک شدن به این لحظه های فراموش ناشدنی ظاهرشاه اینجا دوستان، نزدیکان، پیوندان، اهل همکسبان، استادان عزیز تشریف آوردند و من میخواستم با کمال ممنونیت و صمیمیت افزون سخن را با معاون سردار شعبه فرهنگ شهر اصفهان استاد صبورخان اماناللهیف و استاد فاکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند پروفسور سلطان علی خدایبردیف سخن را اهدا کنم. مرحمت. مرحبا. دوستان عزیز، همه این نفرانی که ما به صحنه تکلیف کردیم در به چنین سطح درجه رسیدن ظاهرشاه سهمگزار هستند و دائما اینقدر دوستان زیاد، اینقدر همکسبان زیاد، هنرمندان زیادی که اینجا حضور دارند دائما دستگیر ظاهرشاه بودند و هستند.
مرحبا، مبارک شود. مرحبا دوستان. السلام علیکم تماشاگران گرامی، مهمانان عزیز. امروز در صحنه بلند شهر خوجند یکی از شاگردان اصیل صنعت پرورده استادان که امروز من تربیت گرفته در همین صحنه هنرنمایی میکند ظاهرشاه حیدرов میباشند. من با کمال احترام چند سخن درباره ظاهرشاه گفتنی هستم. ظاهرشاه زاده شهر باستان اصفهان است و از آن استادایی که مکتب‌های خیلی قوی دارند، مکتب‌های کسبی بلند دارند، تربیت گرفته تا به همین درجه بلند کسبی صنعت رسیده است. من در خاطر دارم 2004 ما علاقه یک لایحه خیلی خوب آغاز کرده بودیم، لایحه استاد شاگردی که از آن هنرهایی که استادا داشتن به شاگردا آموزند و همین دوره با استادای خیلی شناخته شهر اصفهان ظاهر جان و چند نفر جوانهای به همینجا دعوت کرده بودیم و ظاهرشاه اولین سبقهای البته از استادای خیلی شناخته از بر کرده است. از آن جمله هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان عثمان جان یوسفوف، هنرمندی خلقی تاجیکستان عبدالرحیم شرماتов اولین سبقهای آغاز کرده بود و من امروز میبینم که در این صحنه خیلی خوب، خیلی پخته صورتهایی که ایجاد میکند علاقه از همین سبقهای استادا سرچشمه گرفته است. من امروز باوری کامل دارم که جوانهای یک قطار جوانهایی که امروز در صحنه بلند تاجیک هنرنمایی میکنند اینها علاقه در صحنه در صنعت کسبی علاقه درجه خیلی بلند قرار دارند و غیر از این ظاهر جان ادامه سبقشان در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستارов ادامه داد و امروز البته به یک وظیفه آموزگار همین کنسرواتور قرار دارد. من از همه موفقیت های ظاهرشاه که امروز صحنه بلند کسبی من همینقدر شنونده ها جمع کرده علاقه سرودای ایجاد کرده خودش به دل مردم رسانده ایستاده خیلی سربلندان و خرسند میشم و در آینده کارهای ایجادی هم آموزگاری هم عموما زندگی ظاهرشاه موفقیت کلان آرزو میکنم و دعا کنید تا که چنین شاگرد علاقه نماینده کسبی موسیقی صنعت تاجیکی ما هستند. سلامت باشید. سلامت باشید استاد. به دست آوردن دنیا هنر نیست میگوید، گر توانی دل را به دست آور. و امروز من سربلند و شاد هستم که ظاهرشاه دل اینقدر انسانها را تسخیر کرده است و من از سرود و ترانه های دلنشین این هنرمند شما را با اینقدر مهر و محبت و صمیمیت به این تالار قدم رنجه کرده است و من از نام اهل فرهنگ و اهل هنری شهر اصفهان باستانی برای این احترام، برای این صمیمیت، برای اینقدر قدر شناسیتان برای هر یک شما یک جهان تشکر میگویم. شما که امروز ظاهرشاه را حرمت کردید بگذار خداوند شما را حرمت کرده باشد. من از نام همه یاران و دوستان که این صنعت والا و این هنر خیلی و خیلی بلند را قدردانی میکنند و دوست میدارند از نام اهل فرهنگ شهر و دیهات اصفهان این صنعت والا و این برنامه خیلی و خیلی گلگون را برای ظاهرشاه، برای همه دوستان، برای همه همکسبان و برای خود نیز صمیمانه تبریک میگویم که این دستاورد است، این سبق زندگی است، این مهنت خیلی بلند این هنرمند است که بگذار که به همان آرزوهای خیلی نیکترین خیش رسیده باشد. استاد گلرخسار میگویند که خودشناس و خودسپاس و خودنمایم کرده است اصفهان کوهی بلند و صنعتی بالای تو. اگر اصفهان با طبیعت، با کوهها و با بهترین انسانهایش در سیمای ظاهرشاه افتخار میکند که شما بر این مخلصان و اینقدر ایجاد خیلی بلند دارد، بگذار که در جاده صنعت با دعا و هستی و مهربانی هر یک شما به قله های مراد زندگی
رسیده باشند. همیشه فتح و نصرت و سنت بالا حبردی چوپانشاه باشد. سپاسگزار هستیم. مبارک شود. مبارک شود. تشکر زیاد برای اینقدر سخنهای نیک. یک قرصکی بلند دوستانی عزیز برای اسفره خوجند ولایت تاجیکستانی عزیز، برای کلی مخلصان ظاهرشاه. میهمان عزیز، البته امروز این دستاوردی نه تنها استادان ارجمندی که اینجا سخن گفتن دستاوردی آنهاست، بلکه موفقیت همه ما شما مخلصان ظاهرشاه حیدر و فضلی را او را میپسندیم، صدایش را گوش میکنیم، مشقتی که کشید، زحمتی که کشید او را قدر میکنیم و البته تا رسیدن، تا کمال یافتن، تا این درجه برسیدن دائما دستگیری همیشگی ظاهرشاه در حیاتشان پدر مادر مهربانشان هستند و می باشند و امروز در این لحظه ها در ردیف عملی گشتن آرزوهای نیک ظاهرشاه اینچنین آرزوهای دیرینه پدر مادر مهربانشان پیاده می گردد که من میخواستم صدقاً همین شخصانی بزرگ تبریک کنم و یک قرصک از شما خواهش نمایم. لایق میگویند که اکثر پستان تو سر می شود عمری همه، اثر دستان تو پیراهای دوری همه، از دلی تو سر شود دریا دلی، قابل صورت شود آب و گلی. چشم بیدار تو ما را بخت بیدار آورد، جنبش گهواره یاد از چرخ دوار آورد. دامنی بخت است از دامان تو، دل به سامان است از سامان تو. سوزن تو از ستون قصر طلا قیمت است، روی نورانی تو از روی دنیا قیمت است. به تو خوش فال نماند در جهان، جای تو خالی نماند در جهان. برای مادران عزیز برنامه کنسرتی ما دوام دارد و سرودهای نوبتی ظاهرشاه حیدرов اهدای یکایک شما. بار دیگر خوش آمدید. دعای مادر در این باره روایتی هست بسا دلرس و خاطر نشین. روز حضرت موسی پیغمبر از دل می گذراند که اگر جای من بهشت باشد با کی هم صحبت و هم قسمت می شده باشم. از خداوند ندا می آید که با قصاب پیغمبر به حیرت آمده می گوید پیغمبر با قصاب چرا؟ جواب می آید برو ببین آن قصاب را. پیغمبر به شهر آن قصاب رفته مشغول کسب و کارش دید و سنجید که در کار او از دیگران فرقی نیست. پیغمبر خود را مرد مسافر گرفته به قصاب می گوید ای برادر از راه دور آمدم، شبی در مکان از جای نمی دهی. قصاب با جان و دل راضی شده او را به خانه اش می برد و مهمانداری ها نموده خودش به خانه دیگری گذشته سبتی را از شفت می گیرد که در درون آن پیرزنی نشسته بسا عاجز و ناتوان. قصاب دست و روی و پایهای آن پیرزن را شسته مهربانی ها نموده و او خوراک می دهد و باز بی آزار سبد را به جایش می آویزد. این کار قصاب پیغمبر را عجب می آید و پیغمبر آهسته به سر سبد نزدیک شده می گوید ای مام
تو کیستی و چرا در چنین حالی؟ پیرزن میگوید ای مرد مسافر، بدان که من مادری قصابم و او مرا پسر است. مرا سالهای دراز حالت چنین است، سال خورده و عمر دیده، بی حال و بی مدار. ولی فرزندم لحظه نمی گذارد که گرسنه مانم، خوار و زار شوم. و من از درگاه الهی همین دعا را طلب دارم که فرزند مرا بهشتی گرداند و با موسی پیغمبر هم صحبت و هم مکان نماید. از این سخنان پیغمبر گریان شده میگوید ای مادر شادیانه ده که دعای تو مستجاب شده، منم آن موسی پیغمبر. خاکساری کرد مادر پیش درگاه خدا، بندواری کرد مادر پیش درگاه خدای. خاکساری کرد مادر پیش درگاه خدا، بندواری کرد مادر پیش درگاه خدا. چون نیازش جان نثاری بود از روزی ازل، جان نثاری کرد مادر پیش درگاه خدا. چون نیازش جان نثاری بود از روزی ازل، جان نثاری کرد مادر پیش درگاه خدا. جان نثاری کرد مادر پیش درگاه خدا. در سری خرمن نشست و از سری عالم گذشت، سر سپاری کرد مادر پیش درگاه خدا. صد جهان امید جان پرورده را در خواب برد، باری کرد مادر پیش درگاه خدا. برد باری کرد مادر پیش درگاه خدا. برای بختی فرزندان خویش
ذکر یاری کرد مادر پیش درگاه خدا آذرخش از سبزه‌ای خاکش رسید این حرفی سبز ذکر یاری کرد مادر پیش درگاه خدا ذکر یاری کرد مادر پیش درگاه خدا خاکساری کرد مادر پیش درگاه خدا بندواری کرد مادر پیش درگاه خدا ذکر یاری کرد مادر پیش درگاه خدا تشکر زیاد برای مادرای عزیز یک سری تحسین می بفرود میارم. رحمت جناب بزرگترین نعمت خدا در روی زمین این مادرها هستند. از شخص پرسیدند ماه زیبا است یا مادرت؟ گفت وقتی که ماه را میبینم مادرم به خاطرم میرسد، اما که مادرم را که میبینم ماه را فراموش میکنم. در حقیقت مادرای عزیز شما زیبا هستید. دستی دعاگویتان درد نبیند، همیشه تنتان صحت باشد. بار دیگر همه شما این را خوش آمدید میگویم. آنچه که ما امروز هستیم با دعای مادران با دعای پدرها هستیم. بار دیگر خوش آمدید. یک سری دیگر عجب دنیاست این دنیا. شعری که امروز میخوانم وابسته به همین دنیا، به همین زندگی و حقیقت زندگی را گفتند. شاعر برای شما میخوانم. مرحمت سرود. عجب دنیاست این دنیا. یکی بیچاره و تنها، یکی لبکش ندر صحرا، یکی بی درد و بی پروا. عجب دنیاست این دنیا. یکی با لعلی خندان است، یکی با چشم گریان است، یکی با جان لرزان است. عجب دنیاست این دنیا. یکی یاری وفادار است، یکی بی‌رحم و خودکار است، یکی مشتاق دیدار است. عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. یکی از بچه بیزار است، یکی بر ناخونش زار است و یادی بچه بیمار است. عجب دنیاست این دنیا. یکی در کودکی میرد، یکی از گوشنگی میرد، زی جبری زندگی میرد. عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا.
و فکرش از همه زور است. عجب دنیاست این دنیا، یکی در قید زندان است. زی اعمالش پشیمان است، دلش لبریزی ارمان است. عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا، یکی دور از وطن باشم، چو گل دور از چمن باشم، چو جانی دور زی تن باشم. عجب دنیاست این دنیا، یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی بی کوی و بی خانه. عجب دنیاست این دنیا، یکی بی کوی و بی خانه. عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. سلام علیکم. در حقیقت عجب دنیاست. تشکری زیاد میگویم. یک سرود دیگر برای مادر پدری عزیز که مرا تربیت نمودند، برای مادر پدری عزیز میخوانم. دستی دوگویشان درد نبیند، همیشه صحت باشند. راستی در همین دنیا دوستی که من در حقیقت پیدا کردم این مادر پدرای عزیز، مادر پدری عزیزی من هستند که من آن دشواری هایی که مصلحت میپرسم، دشواری هایی که میباید مادر و پدر عزیز من برای من مصلحت میدیم. میخوام برای مادر پدرای عزیز یک سرودی مادر پدر عزیز خوانده باشم. دستی دوگویتان درد نبیند مادر پدرای عزیز. بار دیگر خوش آمدیدتان. مرا سرود برای شما مادر پدر عزیز. برای مادر پدر عزیز یک سری تعظیم فرود می‌بیارم. مادر پدر عزیز همتون سلامت باشید. دولتو هم ثروت هم مادر پدر. ثروت من، دولت من، مادر پدر عزیز شما میتونم. شمسی بالای سرم مادر پدر. و جای شما لشکری غم را شکسته شادیم.
چون که داییم در برم مادر پدر. در رهی دشوار و سختی زندگی رهنمای و سرورم مادر پدر. در رهی دشوار و سختی زندگی رهنمای و سرورم مادر پدر. رهنمای و سرورم مادر پدر. مادر پدر عزیزم خوش اومدید. دولتو هم ثروتم مادر پدر. شمسی بالای سرم مادر پدر. دولتو هم ثروتم مادر پدر. شمسی بالای سرم مادر پدر. لشکری غم را شکستم شادیم چون که داییم در برم مادر پدر. لشکری غم را شکستم شادیم چون که داییم در برم مادر پدر. چون که داییم در برم مادر پدر. همتون خوش اومدید. شام و بیگه هرگهی بینم ورا من به شیری ترم مادر پدر. در رهی دشوار و سختی زندگی رهنمای و سرورم مادر پدر. در رهی دشوار و سختی زندگی رهنمای و سرورم مادر پدر. رهنمای و سرورم مادر پدر. تشنم بی روی چشم ساری در برم مادر پدر. پیش دریا تشنم بی روی چشم ساری در برم مادر
خوش ابیاتی سبزی جمعه باعثی کر و فرم مادر پدر در رهی دشوار و سختی زندگی رهنمای و سرورم مادر پدر رهنمای و سرورم مادر پدر دولتو هم ثروتم مادر پدر شمسی بالای سرم مادر پدر دولتو هم ثروتم مادر پدر شمسی بالای سرم مادر پدر شمسی بالای سرم مادر پدر سلامت باشه. برای مادر پدر عزیز یک سری تعظیم فرود میبرم، دست دوگوشان درد نبیند. سلامت باشه. تشکر زیاد. مرحمت سرودهای رقصی میخوانیم. برای این مرحمت یک رقص و خرسندی برای شما میخوانم. مرحمت سرود. جونت در جونم کی میشوی مهمونم جونی جونت در جونم کی میشوی مهمونم وعده شیرین داریه جونی جونم بخونم وعده شیرین داریه جونی جونم بخونم کشم یا رسمه جای داریه یه من دونم اگر که تو محبت داری کاشاده کشم یا رسمه جای داریه آشانی تو از قلم دراز و باریکه دل بری مای یکی دل آزاری ای دل بری مای یکی دل آزاری جونت در جونم کی میشوی مهمونم جونی جونت در جونم کی میشوی مهمونم وعده شیرین داریه جونی جونم بخونم وعده شیرین داریه جونی جونم بخونم دیوارتی آهنگ سازم به نغمه گوشوارتی یه مهتاب شب است من در پس دیوارتی آهنگ سازم به نغمه گوشوارتی آهنگی حسینم دلت پاره کند رقصیده بیا به کرته گل دارد رقصیده بیا به کرته گل دارد جونی جونت در جونم کی میشوی مهمونم جونی جونت در جونم کی میشوی مهمونم وعده شیرین داریه جونی جونم بخونم وعده شیرین داریه جونی جونم بخونم
حرفی شیرین داریه جونی جونم بخونم. سلامت باشید. مرحمت یک سوی دیگر برای شما میخوانم. بر من نگر. شمسو قمر شمسو قمر در پیش چشم جلوگر جان و جگر جان و جگر. پس ای انیسی گل نفس بر قدر عشقی من برس. پس ای انیسی گل نفس بر قدر عشقی من برس. بر من میگر بر من میگر دل دادم با هم دیگر. بر من میگر بر من میگر دل دادم با هم دیگر. در پیش چشم جلوگر شمسو قمر شمسو قمر در پیش چشم جلوگر جان و جگر جان و جگر. پایت نازنین آرام ستاره بر زمین. در پیش پایت نازنین ستاره آرام بر زمین. بر من نگر بر من نگر دل دادم با هم دیگر. بر من نگر بر من نگر دل دادم با هم دیگر. در پیش پایت نازنین آرام ستاره بر زمین. در پیش چشم جلوگر شمسو قمر شمسو قمر. سلامت باشید. تشکر زیاد برای رقصای زیبا. یک سرود دیگر غزل از لایق پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو. مرحمت برای شما میخوانم. مرحمت سرود. پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو. پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو. گویم گر چنا سزا تنها سزای تو. گویم گر چنا سزا تنها سزای تو. در کوچه های تنگ تو را یاد می کنم. هر جا که پای می نهی آواز پای تو.
پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو من با کمال عاقلی دیوانه تویم هوشیاری و جنونی من هر دو فدای تو هر کوتاهی که از منی شایر گذشته است القای چشمی ساده و قدی رسای تو پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو هرگاه که بر گذشته ها دل گریه می کند فریاد من شنیدنی گل خنده های تو من زندم به عشق تو من شاعری تویم تا انتهای عمر دلی من سزای تو پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو پروا مکن عزیزی من کین دل برای تو سلامت باشید. تشکری زیاد برای رقصهای زیبا. مرحمت یک سوی